درود رفقا، به کانال آ مثل آشپزی خوش اومدید. امروز توی نیم ساعت میخوام بهتون آموزش نون بربری بدم. یه نون بربری ترد و خوشمزه مثل بربریای داخل ایران، چون ما ترکیه زندگی میکنیم اینجا بربری درست حسابی گیر نمیاریم، اصلا بربری نیست که گیر بیاریم. به خاطر همین این رسیپی رو میذارم در اختیارتون تا راحت بتونید توی نیم ساعت یه بربری خوشمزه برای خودتون درست کنید. خب موادی که لازم داریم 300 گرم آرد، 200 گرم آب، 8 گرم خمیر مایه، 4 گرم نمک، مقداری هم آب آرد سبوسدار برای اتمام کار که بهتون. نمک رو اضافه میکنیم، یه گوشه خمیر مایه هم یه گوشه دیگه. با یه همزن اول سمت خمیر مایه رو هم بزنید، بعد سمت نمک و بعد کلی هم بزنید تا کامل مخلوط شه. کامل که مخلوط شد آب رو اضافه میکنید. یه مقدار از آب رو نگه دارید، با دست بزنید ببینید. معمولا باید کل آب رو اضافه بکنید. محض اطمینانی این حرکتی که من زدم. ببینید خوش شد. ببینید بعد ادامه آب رو اضافه کنید و شروع به ورز دادن بکنید. خب ببینید به این مقدار سفتی که رسید میذاریدش روی میز کارتون. با دست مستقیم، اگه دستگاه همزن دارید، خمیرگیر دارید که چه بهتر، اگه ندارید به این حالتی که من دارم ماساژ میدم خمیر رو، شما باید به همین حالت ماساژ بدید. ببینید با یه دست کامل میرید برمیگردید، با این دست هم همینطور. من سرما خوردم، اگه گرفتگی صدا یا صداهای ناهنجار دیگه میشنوید دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. خب یه کوچولو آرد کف دستتون میزنید، روی سطح کار میپاشید، خمیری که به دستتون چسبیده رو میگیرید، باز دوباره ورز میدین. به این اندازه که رسید، ببینید دیگه انگشت بهش نمیچسبه، دست بهش نمیچسبه. تخت کارتون رو میذارید، حالا یا اگه دوست داشتید رو سطح کارتون یه مقدار آرد سبوسدار خمیر رو میذارید روش هم یه مقدار میپاشید، روش رو صاف میکنید، یه پلاستیک میکشید روش، میذارید نیم ساعت استراحت کنه. بعد از نیم ساعت یه پف حجیمی میکنه، به درجه‌ای میرسه که باید فرم بدیم و بذاریم داخل فر. برای یه رومال داره نون بربری ما، شما گاز رو روشن میکنید، یه متوسط میذارید، یه ته استکان آب ببینید مستقیم توی ظرفتون، یه قاشق و نصفی هم آرد. این آرد خوب هم میزنید که گوله هاش از بین بره. و شروع کنه به سفت شدن. به یه حالت فرنیتوری که رسید شما دیگه از روی گاز برش کنید.
ببینید به این حالت که رسید، حالت فرنیتور که رسید دیگه اوکی. زیر گاز رو خاموش میکنید، میذارید سرد بشه تا موقعی که خمیرتون آماده میشه. حجم خمیر ببینید چقدر زیاد شده. اون پف مورد نظری که بهتون گفتم همینه. پلاستیکو از روی خمیر برمیداریم، رومالمونو میریزیم روی آرد، با دست کامل دور تا دورشو میکشیم. من با دست چپ میکشم که توی فیلم راحت بیفته. و کنجد، ما اینجا کنجد داریم، کنجد رو حسابی بریزید همه جاش. بعد با دست به این حالت بهش فرم بدیم. به این حالت که فرم دادین، سینی فرتون رو میذارید، خمیر رو از یه طرف بلند کنید، ببینید چقدر راحت کش میاد. میذارید داخل سینی، بکشیدش، راحت بکشید، اصلا پاره نمیشه. اگه سینی فرتون بزرگه که به صورت همین نونبربری ایران قشنگ میتونید راحت بکشیدش. اگه سینیتون مثل سینی من کوچیکه، یه کوچولو از بغلا اینجوری بکشید. اوکیه. اگه دیدید باز احتیاج به فرم دهی داره، یه کوچولو اینجوری با نوک انگشتاتون بزنید. فرتونم 5 دقیقه قبل از اینکه این حرکت انجام بدید بذاریدش 180 درجه که خواستید توی فر بذارید کامل داغ شده باشه. خب این شد نونبربری ما، میره داخل فر به مدت 7-8 دقیقه. خب نون ما آماده است، خیلی داغه. ما سرما هم خوردیم، یه سوپی هم زدیم. حتی آموزش اینو گذاشتم قبلا براتون. صدای تردیش شنیدین؟ این میشه نونبربری ما. ببینید داخلش کامل پخته، روش کامل رنگ گرفته، پشتش کامل پخته. این بربری جون میده همینجوری با این سوپ بخوری. خب دوستان این رسیپی رو من گذاشتم که دوستانی که خارج از ایران هستن مثل خود ما که دسترسی به نونبربری نداریم بتونن تو خونه همچین نونبربری راحت درست بکنن و استفاده بکنن. اگه این آموزش رو دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک کنید، برای دوستانتون هم بفرستید تا برای دوستان بیشتری هم به نمایش در بیاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.